به کمر به پایین فکر عاشق سینه ای، عاشق باسنی داره. نگاه کنید حالا این پولا مال کیه؟ این دلارا مال کیه؟ الان حکم اومده که $10,000 تو خونه هر کسی باشه بدتری حکم برش بریدن. این دلار مال کیه؟ مال منه؟ همش امید میدید، امید برجام، امید قرارداد، امید هزار و کوفت و زهرمار. ما چی کشیدیم توی این ملت و زندگی؟ بهترین دوران زندگیمون توی جوانیمون گذشت، اما آقازاده ها بهترین زندگی رو کردن تو اون دورانی که ما بهترین زج رو کشیدیم، کارگری کردیم، بدبخت. ببینید 4 تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن برای 1,200. لعنت به این زندگی. چند هزار تا خودرو رو احتکار کردن، چند میلیون دلار رو احتکار کردن. جوونا مردن. بهترین دوران زندگی ما تموم شد و رفت. به ما وعده و وعیده چیا میدی؟ میخوام نباشه. تو 80 سالگی 90 سالگی مثلا میخواد بهترین زندگی زیر پای ما باشه. میخوام چیکار؟ جوونا مردن. چی فکر ماه؟ کدوم مسئول؟ کدوم دولتمرد؟ آقا به من نشون بدید یکی از این دولتمردان، یکی از این مسئولا به من نشون بدید که اعتراض کرده که من تو خونم گوش ندارم، مرغ ندارم، هیچی ندارم. پس شما همه چی داریم، ما مردم بدبخت هیچی نداریم. مردن. الان دیگه مردم دارن اسکلت مرغ میخرن، پای مرغ میخرن، تو سفره‌اش میذارن میخورن. بابا این پولا کجاست؟ دوچرخه دزد رو میگیرید، پولا کجاست؟ اختلاطگرا گذاشتن رفتن کانادا، هیچ کدوم نگرفت. توف عراق، توف یمن، توف روسیه، توف سوریه. ما یه ورقه زندگی کردن شما جوانان از دست دادیم تو مملکتی که بزرگترین گاز و نفت دنیا رو داره. بابا چجوری خودتون رو میبخشید؟ چجوری شب میخوابید به راحتی؟ مسئولین چجوری شب دارید راحت میخوابید؟ چجوری میخوابید؟ بابا ظلم حد داره، ستم حد داره، نامردی حد داره. بابا ظلم حد داره، ستم حد داره، نامردی حد داره. بابا ظلم حد داره. زندگی کردم و هیچ چیزی نفهمیدم. بابا تو این که همین الان داری این چیزی خوبی میگی، من زیر نظر داری، بدبخت. من و تو همه یکی بگیری مشکل مملکت سهام